خیلی متشکرم. خواهش میکنم. نکات مطرح رو فکر کنم خود خانم دکتر پیاسی بهش اشاره میکنن یا بعدا میتونیم در موردش بحث کنیم. من دوست دارم از یک نکته کلی‌تری شروع کنم و اون اصل رویکرد ریفوری به تخیل و اهمیتش برای اینکه ما بتونیم دوباره برگردیم به متون خودمون، به حتی آثار هنری خودمون، به دنیای قدیم و با بصیرت ریکور اونجا چیزهایی رو بیابیم که به نظر میرسه که امروز از دست دادیم و این از دست دادن خیلی حساسه، به این شکل که ما رو از یه سری از چیزها خیلی خیلی دور میکنه و یه سری از در واقع معارف جدی که میتونیم بهش نزدیک بشیم رو راهی برای آشنایی به اونها به ما نمیده. سعی میکنم سریع صحبت کنم که این بحث مفصله، ولی یکم معطوفش میکنم به نکاتی که مطرح شد، شاید اینجوری قضیه جدی‌تر بشه. نگاه کنید، ما یک شکافی داریم در عقلانیت مدرن که میگم یعنی که از اون چیزی که از دوره روشنگری به نظر میرسه که یه دفعه میاد و خیلی خودش رو حاکم میکنه و گسترده میشه و مدرنیتر رو شکل میده تا اواسط دقیقاً قرن 20، یعنی تا سال 1950 و اون محدودها. عقلانیت مدرن اونجا یه دفعه دوگانگی خیلی خیلی پررنگی رو طرح میکنه بین علم و بقیه شاخه‌های تلاش‌های انسانی، حالا بگیم یا فعالیت‌های انسانی، و میگه اگه میخواید حقیقت رو بشناسید، حقیقت تو علمه. یعنی اون راهی که با یک روش مشخص از یک اسلوب مشخص میگذره که روشش هم دکارت در آغاز عصر جدید مشخص کرده بود، بعد میاد خیلی دقیق و جدی میشه تو علوم دقیقه و اینجا جایی که حقیقت، حالا هر چی که باشه، شناخت هر چی که باشه، میشه اون رو یافت. اون ور دیوار در واقع علم، اونجایی که مرز علم تموم میشه، یه چیزای دیگه هستن که قرنها تو زندگی آدم‌ها بودن و مدعی حقیقت بودن، اما من عقل مدرن اینا رو بی‌اعتبار اعلام میکنم. مثل چی؟ مثل اسطوره ها، مثل افسانه ها، مثل ادبیات، مثل دین، مثل نمیدونم آثار هنری. البته من اصلا اینا رو دور نمیریزم یا نمیگم بی ارزشن، من میگم خیلی مهمن، ولی جذاب و زیبا و لذت بخشن، تجربه‌های استتیکی خیلی خوب برای ما ادا میکنن، ایجاد میکنن، اما خودشونو دیگه به مثابه برخلاف قدما اینها رو به مثابه حقیقت تلقی میکردن. ما با طیب خاطر و آسودگی در واقع اینها رو میتونیم بی اعتبار اعلام کنیم توی قلمرو حقیقت و بگیم که بریم سراغ کار خودمون، یعنی علم ورزی. از این منظر وقتی که عقل مدرن یا مورخ مدرن یا پژوهشگر مدرن به تاریخ قدما نگاه میکنه، تاریخ قدما تاریخ نیست. وقتی به دین و اسطوره قدما نگاه میکنه، دین و اسطوره فلسفه و علم نیستن، توصیف واقعیت جهان نیستن. وقتی به هنر و ادبیات نگاه میکنه، اینا همونجوری که الان آقای دکتر دهقانی گفتن، اینا فقط ادبیات و هنر هستن، تخیل هستن، همونجوری که خیلی سریع گفتن، تخیل هستن. اصلا مگه میشه ضحاک دوتا مثلا مار این ور اون ور داره، اون یکی عمرش 1000 سال بود مثلا، این یکی چی رو از اونجا آورد، اکوان دیو، این اصلا دیوها توی زندگی آدم ها هستن، اژدهاها در واقع وسط زندگی آدم ها هستن، عمر آدم ها اینقدر حوادث عجیب و غریب اتفاق میفته. اینجا اینجوری تو متون دینی هم همینه، تو متون دینی هم مثلا ابراهیم میندازن توی آتیش بر ابراهیم گلستان میشه. و اتفاقا همون کسایی که تو دوره قدیم طرفدار کلام اشعری بودن، تعجب کردم از این بند در واقع دکتر دهقانی، همونا میگفتن که فیلسوفی که میخواد اینو تعویل کنه، که ابن سینا میگفت اینو تعویل کنین یعنی چی، مثلا چی شد که آتیش شد گل، مگه میشه؟ انقلاب در ذات اشیا محاله.
مگه میشه؟ اون میگفت که بیخود میگه، غزالی میگفت این بیخود میگه که در واقع میگه علیت وجود داره در طبیعت، هر چی اتفاق بیفته و گفتن اتفاق میفته، اصلا ما چیزی به نام علیت و ذات اشیا نداریم که به خاطر اون بگیم چیزی اتفاق نمیفته یا محاله، همه چی اتفاق میفته. عادت الله میگفت. بله دیگه، دقیقاً در واقع اون پس یعنی تو کلام اشعری اتفاقا واقعیت به همون گستردگی بود که تو متون دینی میتونست اتفاق بیفته، با اینکه عقل فلسفی فارابی و ابن سینا تا ملا صدرا میگفت یه اشکالی اینجا وجود داره، همون تو همون قرن چهارم هم جالبه که اینو میگفت. ولی برای انسان مدرن مشخص بود که این که دیگه نمیتونه علم باشه، این که نمیتونه واقعیت باشه، این پاره ای از تخیل. حالا پاره ای از تخیل یعنی چی؟ یعنی خب تخیل که خلاف واقعیت، این گزارش واقعیت تاریخ نیست، درسته؟ پس از این تاریخ در نیار، یا اگه میخوای تاریخ در بیاری خیلی محتاط با روش‌های پژوهشگرانه جدید که اتفاقا در مورد شاهنامه هم به کار بسته میشه، یعنی لایه بندی کن. حالا یه لایه بندی اتفاقا اونجا خودش گفته شده یا به راحتی هم توش پیدا کردیم، مثلا این تیکه‌ها اساطیری هستن، نمیدونم این تیکه‌ها تاریخی هستن. این لایه بندی کن، حواست هم همش باشه که این شعر و متن ادبی و اثر هنریه و تخیل که واقعیت به ما نمیگه، و ادبیات فلسفه نیست، ادبیات تاریخ نیست، ادبیات خیلی چیزای دیگه نیست، ادبیات تخیل. و این ظاهرا اهل ادب ما رو به این واداشت که وقتی میرن سراغ ادبیات، همین متون دینی و اینا، به همین دقیقاً بپردازن که مثلا کجاش با واقع منطبق هست یا نه، کجاش با واقع منطبق نیست، و مثلا آرایه‌های ادبی داریم، همین سبک‌های در واقع سبک تحلیل‌های فنشناسانه من میگم در مورد اینها. این به یکسان هم در مورد آثار ادبی داره به وفور پیاده میشه، حتی کسایی مثل مولوی و اینا. یعنی اصراری هست که مثلا مولوی فیلسوف معرفی بشه، بعد مغز کلام از ظاهر کلام جدا بشه، اونا ادبیات تلقی بشه، یک مغز کلامی که از غذا توی مولانا بالاست تا خیلی زیاد. و اینجا یک فیلسوفیه که میشه در مورد فلسفه اخلاقش، فلسفه دینش، نظرش در مورد جبر و اختیار، نظرش در مورد آفرینش و امثال اینا صحبت کرد. پوسته سخن رو اینم به کناری وانهاد، چون ادبیات از این کمک میکنیم. همونجوری که الان آقای دکتر دیوانی هم گفتن، اینا همش ترجمه پذیرن. یعنی اسکلت رو بیرون میکشیم، اونو میذاریم اونور. حالا میخوام بگم که ریکور همینجا وارد همین مناقشه میشه، همین وسط میگه خب این یکم جفای به تاریخ بشره، به فرهنگ بشریه، و خلاف اون چیزی که ما استشمام میکنیم از زندگی و تاریخ و جایگاهی که برای ادبیات و هنر توی زندگیمون قائلیم. و این از همین شاهنامه مثلا نشون داده میشه، توی مشخص میشه. قرنها شاهنامه رو بزرگ داشتن یعنی کتاب مرگ و زندگی در نظر گرفتن، کتاب مقدس بودی در نظر گرفتن، ریچوال براش درست کردن. خیلی خیلی عجیبه دیگه، یک کتابی که کتاب شعر و یک اشعار یا تاریخی یا هر چیزی که بوده رو یک نظم جدیدی بهش داده و یک پوسته ادبی آورده رو اینقدر شما جدی بگیری، و نه تنها خودما جدی بگیرن، همین هم که میگن تخیله هر سال بزرگداشت بگیرن، تاکید کنن که نمیدونم آقا این چیه، قضیه چیه، هویت ملی کجاست. همون ما در مقابل بقیه آثار ادبی و هنری همین کارو کردیم. هنوز هومر و هزیود رو ول نکردیم، هنوز هر سال بزرگشون می‌داریم، هی اقتباس‌های جدید، فیلم‌های جدید، آثار هنری رو ستایش می‌کنیم. اگه یک بنای معماری رفع آتش بگیره، همه جهانیان ها میشن میگن که چی شد، چی داره میسوزه و چرا ارزش داره که ثانیه به ثانیه‌اش مستقیم پخش کنن. خب چرا یه چیز زیبا ساخته شده، هزاران چیز زیبا هم ساخته شده، اینم زیباست دیگه. یه زیبا از زیباها کم شد، یه تجربه استتیکی کمتر شد. ولی این ظاهرا نیست دیگه. اگه این بود که ما این کارو نمی‌کردیم. ولی همین ریکور و یک سری از فیلسوفان نظیر این دغدغه‌شون این شد که بگن که انگار یه چیز اشتباهی توی این عقل مدرن و
فهمش از حقیقت وجود داره و اون اینه که فهم حقیقت رو به علم منحصر کرده و میگه خب تخیل که ازش حقیقت در نمیاد. و مبنای من میگم خیلی خلاصه میگم نکته‌وار میگم که میتونم به نتیجه برسم. مبنای بحث رو کجا گذاشت ریکور در این بحث خودش برای اینکه بگه که اینجوری نیست؟ مبنای بحث رو این گذاشت که خلاف اون چیزی که گمان میره و البته این رو فیلسوفان خیلی مهمی در دوران مدرن هم گفته بودن، حقیقت کشف واقعیت‌های بیرونی نیست. حقیقت کشف واقعیت‌های بیرونی نیست. یعنی اینجوری نیستش که بگی یه سری واقعیت‌ها هم بیرونه، من چشممو باز میکنم واقعیت‌ها رو کشف میکنم. نه اینجوری نیست. حقیقت تا حدود زیادی جعل واقعیت‌های بیرونی، ساختن واقعیت‌های بیرونیه، ساختن واقعیت هاست. چجوری ساختن واقعیت میتونه حقیقت باشه؟ خیلی خلافه. یعنی گوش ما اصلا اذیت میشه، میگه جعل واقعیت حقیقت، ساختن واقعیت حقیقت. چجوری ممکنه که چیزی رو شما بسازی و بگی که این حقیقته؟ این یک بنیاد ایدئالیستی خیلی قوی داره، با کانت و اینا در واقع در فلسفه پاش گشوده شده. از کجا؟ حالا میگم باز خیلی این بحث گسترده است، من خلاصش میکنم یا نکته‌وار به نکته اصلی اشاره میکنم. از اینجا که میگه ما حقیقت محض نداریم اصلا، کسی نمیتونه حقیقت محض رو بیابه. اون بیرون میلیون ها میلیون بی نهایت واقعا داده وجود داره، امر جزئی وجود داره، امور پراکنده وجود داره و هیچ چشمی نمیتونه این بی نهایت امر واقع رو شکار کنه و به عنوان واقعیت توصیف کنه. پس چیکار میکنیم؟ پس گزینش میکنیم. وقتی گزینش میکنیم خب یعنی چیکار میکنیم؟ یعنی موضعی اختیار میکنیم، یعنی روایتی اختیار میکنیم، متوسی. متوس واژه اساسی که ارسطو به کار برده بود برای اینکه چجوری در واقع شاعران یعنی هنرمندان کار خودشون رو انجام میدن. متوس یعنی ترساخت، حالا اون چیزی که پیلنگ و این چیزا ترجمهش میکنن. ما مجبوریم، اون بیرون نیست، اون بیرون داده‌های پراکنده است، ما مجبوریم متوسی بسازیم، ترساختی بسازیم، منظری بسازیم، چشماندازی درست کنیم. دقت کنید، درست کنیم، بسازیم، نردبانی که از این بریم بالا و حالا که از این بریم بالا یک جور خاصی یه چیزایی رو ببینیم، تجربه کنیم، گرده هم بیاریم، پراکندن گرده هم بیاریم و با گرده هم آوردن اونها بگیم که یه چیزی واقعیته. وگرنه واقعیت‌های مستقلی هستن در جهان که هیچ کس نمیتونه اینا رو شمارش کنه و کنار هم بنشونه، تا به شمارش کنه و کنار هم بنشونه علم نمیشه. چون فهم توشون اتفاق نمیفته. چون فهم یعنی گرده هم آوردن، یعنی متوس بخشیدن، یعنی ترساخ بخشیدن، یعنی شکل دادن. ما باید شکل بدیم و برای شکل دادن شما به تخیل نیاز دارید. درسته؟ یعنی چیزی که بسازه، قوه‌ای که میسازه قوه تخیل، این میسازه. بدون تخیل علمی وجود نداره، بدون تخیل تاریخی وجود نداره، بدون تخیل هیچ در واقع فهمی وجود نخواهد داشت. تخیل حالا چجوری میسازه؟ اینکه میگیم تخیل میسازه یعنی چیکار میکنه؟ تخیل میسازه یعنی یک فضایی، همونجوری که باز توی کتاب اشاره شده خیلی خوب، یعنی مجموعی از روایت ها، استعاره ها، ریتوریقای خاص رو به کار میگیره تا شما از خلال تصویرها، ایماژها، در واقع حرکتها به یک حالت جدیدی، به یک موضع نظاره کردن، دیدن، تجربه کردن جدیدی برسی که حالا از این منظر بتونی بدون سری اتفاقات برای تو بیفته. خیلی سریع بیام توی متن شاهنامه که میگم بحثم طولانی نشه. شاهنامه قصه گفته، قدما تاریخشون پر از تخیل، افسانه گفتن. آره افسانه گفتن و به خاطر اینکه نمیخواستن، اصلا برایشون بی‌معنی بود و برایشون حتی کمی تصور ناپذیر بود که
فکر کنن واقعیت رو همان گونه که هست میخوان تصویر کنن، چون اصلا چنین درکی از واقعیت خیلی متأخره. یعنی تاریخ نگاری مدرن برای همین خیلی چیز جدیدیه. این میخواد تاریخ، یعنی واقعیت رو همان گونه که هست معرفی کنه. این برای بشر قدیم خیلی چیز مهمی نبود، چون این براش حقیقت طلب نمیشد. به ارسطو که عقل عالم بود و خودش اصلا این تفکر مدرن رو به یه معنا پایه گذاشت، بهش گفتم که تاریخ چیه؟ گفت خیلی ارزش نداره. گفت شعر خیلی بهتر از تاریخه، چون اون واقعیت‌های پراکنده است. حالا شما مثلا بدونی که نمیدونم آخیلوس مثلا وقتی داشت میرفت که تو اون جنگ وسط رو پاش خورد به یک سنگ، 2 ساعت هم مثلا اونجا نشست که یکم حالش خوب بشه، به چه درد آدم‌ها میخوره؟ من اگه روایت قصه آخیلوس رو میگم برای اینکه روایت انسان رو میخوام بگم. من روایت انسان رو میخوام بگم، یعنی جزئیات داستان رو میذارم کنار، اون چی که همونجوری که اتفاق افتاده رو نمیگم، متوس میدم بهش تا جمع کنم اینها رو و شما با انسان مواجه بشید. اگه این کار رو نکنم، تاریخ رو همان گونه که هست میگم، مواجهه‌ای ایجاد نمیشه، چیزی برپا نمیشه، چیزی درست نمیشه، منظر دیدی به وجود نمیاد. مورخ قدیم فکر میکرد که عرصه تاریخ عرصه خیر و شره. تاریخ نگار باید چیزی بنویسه که پند و عبرت دیگران بشه. تاریخ یک شعبه از علوم عملی بود، عقل عملی بود، بخش تاریخ نگاری. بخشی از دانش سیاست و دانش اخلاق میتونست به حساب بیاد. چجوری تاریخ میتونه بخشی از دانش سیاست و اخلاق به نظر بیاد؟ به این معنی که مثلا ما بخونیم ببینیم که قبلا چه اتفاق افتاده و مثلا پند بگیریم. این خیلی درکه که اینم که نیست، که اینم که این کارم که نکردن و این درک خیلی تغییرگرایانه موضوعه. چجوری اینا چنین چیزایی رو می‌نوشتن و این رو تاریخ در نظر می‌گرفتن؟ یعنی چیزی که برای انسان‌ها مفیده و حقیقت میتونه تلقی بشه. مگه فردوسی در عهد دقیانوس زندگی میکرد که مثلا ندونه وقتی میگه عمر فلانی 1000 سال بود این نمیتونه واقعیت داشته باشه؟ همین تو همین عصر فردوسی ما میدونیم رساله ها نوشته میشد، اتفاقا توی حوزه کلام شیعه در مورد عمر امام زمان مثلا. اونا میگن عمر شما چقدر؟ مثلا اون موقع از 100 سال اینا هم گذشته بود. آدم به طور طبیعی اینقدر عمر نمیکنه. یعنی اینا رو میدونستن دیگه، اینا موضوع بحث بود. چجوری میتونسته کسی بنویسه که فلانی 1000 سال مثلا پادشاهی کرد یا زندگی کرد یا هر چیز دیگه، بعد ببینن که اینا عین واقعیت، ما هیچ دفعه تظاهری هم توش نکرد. اصلا قضیه این نبود. قضیه این بود که این متن تخیلی باید ساخته بشه تا این متن تخیلی چشمانداز ایجاد کنه به واقعیت، تا مسائلی رو به درک بیاره که بجز به این صورت به درک نمی آمدن. برای نویسنده قدیم فایده ای نداشت که بگه فلان چیز هست، فلان چیز هست، فلان چیز هست. او میخواست خواننده خودش رو به مواجهه با این هستی ها ببره در یک رویاروی گرم و زنده، تا اون در اون لحظه ای که با شر یا با خیر ملاقات میکنه خرد رو دریابه. خرد رو دریابه. شاهنامه کتاب خردورزی. چجوری کتاب خردورزی اگه همش تخیله؟ سوال همینه دیگه. چجوری ممکنه؟ یا باید بگیم که این بی خود گفت. اصلا الان ما میفهمیم که این کتاب خردورزی نیست، کتاب تخیلات. درسته؟ خب اگه کتاب تخیلات چرا ربطی به خرد داره؟ این بی خود گفت، بذاریم کنار. ارزش خاصی به جز ادبیات برای ما نداره. دقیقاً شده ادبیات. اگه چیز دیگه یه چجوری؟ بیکار با ما میگه که همون جوری که استعاره ها ما رو به حقیقت میرسونن، همون جوری که روایت ها ما رو به حقیقت میرسونن، همون جوری که تصاویر و ایماژ های هنری ما رو به حقیقت میرسونن، اینا زیبایی درست کردن تو سخن نیستن. کسی که استعاره در سخن میاره زیبایی در سخن ایجاد نمیکنه که بعد شما استعاره رو ترجمه کنی، تبدیل میشه به کلام ترجمه پذیر. استعاره ترجمه ناپذیرن. چجوری استعاره ترجمه ناپذیرن؟ من میگم که فلانی مثلا ماه من از در اومد، یعنی خیلی قشنگه، مثلا ترجمهش کردم دیگه نه این نیست، این اصلا نیست. یعنی ماه رو ببین که از واقعا ماه رو ببین که از در آمد. یعنی استعاره ها به تعبیری که فیلسوفان زبان جدید به کار برن، مرزهای زبانن، جایی که زبان از زبان بودنش میخواد خارج بشه.
سخن اینجا کاری میکنه کارستان. از سخن به معنایی که فقط توصیف چیزی باشه خارج میشه، عرصه زنده‌ای میشه، آوردگاهی میشه، جایی میشه که شما به تماشا میری. تماشای چیزی که خارج از سخن نمیتونستی ببینی، خارج از این درگیری نمیتونستی ببینی. الان وارد درگیری شدی، وارد یک نزاع شدی، وارد یک روایت شدی، جانت داره در روایت حرکت میکنه. اخلاق اینجاست، خردورزی اینجاست. تو کتاب میگن که راست بگو، دروغ بگو، مثلا آدم خوبی باش. این حالا به دست بچه‌ها میدیم، هیچ کی هم ولی میخونیم و اینا تو، ولی اون وقتی که در آوردگاه قرار میگیریم ها، هزار تا میل و داستان و این موضوع وجود داره که هر کی کار خودش رو میکنه دیگه. چون مفهوم خوب و بد کجاست؟ خوب و بد توی انتزاع مفاهیم هستن، کاری نمیکنن. اما اگه خوب و بد، مثلا میگم اگه خوب و بد متجسم و متجسد شده باشن توی دو تا لشکر و پیوندهای عاطفی اینجا برقرار شده باشه و شما یک طرف داستان باشید یا همدل با یک طرف داستان باشید و یک طرف داستان دیگه موضوع دیگه وجود داشته باشه و تو این نزاع خونین که جان انسانها داره بالا پایین میشه، شما اون وسط قرار گرفته باشی و بحث خیر و شر مطرح بشه که چه کاری باید بکنم و چه کاری نباید بکنم. خرد به معنای دقیق خودش اینجا داره کار میکنه و شما خودت کارورز این خرد هستی، کاربرنده همین خرد هستی. خرد به معنای انتزاعیش تو کتابا نوشته شده، کسی هم نمیفهمه چیه. این نکته خیلی درستی توی متن هست، میگه از دیدگاه فارابی و از دیدگاه قدما خرد به معنای عقل عملی داشت، عقلی که تو زندگی تصمیم میگیره که چیه و برای همینم عقل اتفاقا جزئی اندیش بود، چون تو زندگی مسائل جزئی داریم و همیشه فیلسوفا مشکل داشتن که این عقل عملی رو با فلسفه چجوری میتونن آشتی بدن، چون که فلسفه دانش کلیات بود ولی عقل عملی قرار بود توی زندگی تصمیم بگیره و این رابطه برقرار نمیشه. عقل جزئی رو چجوری میشد در واقع در کار آورد؟ مگر اینکه تو رو بکشونم به داستان، وسط داستان بین انتخاب و خیر و شر و تو خردورزی رو یاد بگیری و خودت خرد بورزی، خودت عواطف رو و مواجهش رو با گرایش ها، با در واقع با چیزایی که از این سو اون سو دارن تا رو تعریف میکنن درک کنی. نمیتونستم از یه چیزی به نام ایران حرف بزنم، نمیشد از یه چیزی به نام ایران، از یک فرهنگ، از یک در واقع امر به هم پیوسته سخن گفت، چون این امر به هم پیوسته هیچ جا وجود نداره، هیچ جا وجود نداره. ایران جایی وجود نداره. یه هر مرزی هم که حالا مرزی هم نداشته، اگه مرزی هم در واقع به شکل دقیق کشیده بشه، خب یه مرزی یه جایی کشیدن، به قول یکی از این متفکران ما یه چیزای اعتباری هستن، یه جایی کشیدن. خب این چیه؟ این ایران نیست. این ایران نیست. ایران شاید این مفهوم کم سخت باشه ولی همینه. حتما یک مفهوم برساخته است. ساخته میشه. چجوری ساخته میشه؟ وطن چجوری ساخته؟ و وطن رو کجا شما با هر میکروسکوپ و تلسکوپ و نگاه علمی و تجربی به نگاه کنید وطن رو پیدا نمی‌کنید. وطن یعنی این چیزی که من بهش تعلق خونی دارم، تعلق عاطفی دارم، تعلقی با قهرمانانش دارم، در مقابل دشمنانش نشستم، وسط ماجراهاش در واقع قرار گرفتم، حماسه هاش و تراژدی هاش. درسته؟ و اینا چیزای واقعی زندن، باید زنده باشن، وگرنه به چشم نمیان. ما چرا فیلم میسازیم، چرا داستان می‌نویسیم؟ چون میخوایم این چیزا زنده باشن، به چشم بیاد، چون جان من تو اونها حرکت کنه. یعنی جان ما حرکت نمیکنه، عقل سرد حرکت نمیکنه در چیزی. همه قضیه در واقع در یک متن تخیلی اونجوری که در واقع ریکورد توضیح میده اینه که این متن داره با دقت ساخته میشه، با زبان آجر با آجر، با آرایه ها، با شخصیت سازی ها، با روایت هاش، تا بتونه یه چیزی رو بلند کنه، یه چیزی رو ایجاد کنه، یه چیزی رو بسازه که شما بتونید توش زندگی کنی، شما توش بتونید حضور داشته باشی و تجربه کنی، تخیل کنی، پیوند برقرار کنی.
و این کاری که متن شاهنامه داره میکنه، اگه هی میگیم شاهنامه هویت ملی ما نمیدونم چی، خب چجوری این کار کرد؟ نه تعریف دقیقی از هویت ملی به معنای جامعه شناسانه و روانشناسانه اینو که توش نیست. اون چیزایی که میگه تخیل و داستان و افسانه و ایناست، ولی هویت ساخته میشه و اصلا هویت باید ساخته بشه. هویت چیز دانستنی نیست، هویت ایجاد شدنیه. کما اینکه اخلاقی بودن ایجاد شدنیه، کما اینکه فرزانگی ایجاد شدنیه، کما اینکه ایرانی بودن ایجاد شدنیه. و ایجاد شدنی رو با ادبیات، با تخیل درست میکنن، راه دیگه ای نداریم. با همین استعاره ها درست میکنن، با همین تار و پود داستانی که سیر و حرکت به وجود میاره درست میکنن. شاهنامه این کارو کرده، زمان ساخته. خیلی اینا نکته مهمیه که همونجوری که خانم یاسی گفتن اینجا اشاره وار اومده، ولی باید اینا رو بس داد. زمانی که ایرانیان تو اون زندگی میکنن، این زمان هیچ ربطی به ساعت تو نمیدونم اینا نداره، زمانیه با یک نشانه گذاری ها. توپوگرافی و جغرافی های تخیلی وجود داره توش، یعنی جایی که ایرانیان توش زندگی میکنن، شهرهای ایرانیان اسمش تو نقشه جغرافیا می‌خونیم ازش متنفر، من که خوشم نمیاد، شاید بعضی دوستان خوششون میاد. درسته جغرافیا خب کی آخه چند تا شهر حفظ کنم اینا کجاست، اون جنوب این شمال، اینه با اینا ایران ساخته نمیشه. ایران با شهرهای تخیلیش ساخته میشه، جایی که توش میتونم حرکت کنم، زندگی کنم، روایت بسازم، افسانه بسازم، قهرمانانش رو به یاد بیارم، با ایماژ ها، با صورت ها دیده میشن. همه اگه دقت کنید تصویر چیزهای نادیدنی هستن. چیزهای نادیدنی یعنی چی؟ یعنی توی شهر که دارم میگم یه سری کالبد دیده میشه، اما شهر که این نیست. شهر محل زندگیه. اون چیزایی که میخواد محل زندگی رو توصیف بکنه با روایت ها و استعاره ها و صورت خیال و اینها ساخته میشه. و ادبیات اینا رو به ما میگه. ادبیات داره به ما میگه که در واقع در اینها سیر کن و در اینها حرکت کن و یک مواجهه دیگه‌ای با جهان داشته باش، مواجهه دیگه‌ای با جهان که دقیقاً از منظر اینها ممکن میشه، وگرنه ممکن نمیشد. اصلا ممکن نمیشد. یعنی که شما از مرز زبان به تجربه حرکت نمی‌کردی، به روایت، به درگیر بودن. روایت درگیر میکنه دیگه، یعنی شما هر داستانی بکنید چی شد، قهرمانش چی شد، وسطش چی شد، دیگه جانتون میکشه. درسته؟ این کشیدن مهمه و ضربه رو وارد کردن تو اونجایی که این کشش داره اتفاق میفته و همه اینها مهم. گذشتگان که تاریخ می‌نوشتن، تاریخ این شکلی می‌نوشتن، تاریخی که جان خواننده رو با خودش همراه کنه، درگیر کنه، او رو تو اون لحظه حساس به خردورزی کانکریت، خردورزی در عین متن زندگی درگیر کنه و اون رو به چیزایی برسونه. و این علمه، این تخیل نیست، این علمه، این راه حقیقته. شما شاهنامه رو برداری، بخشی از واقعیت جهان ایرانی از دست رفته، تاریخش از دست رفته، خردورزی و فرزانگی ایرانی از دست رفته، جایگزین نداره. این متن رو میخونیم همون گونه که از تفسیرش هم نمی کنیم، نباید بکنیم. تفسیر برای کار تعلیمی و این چیزاست. صورت متن رو ازش نباید گرفت، بلکه باید بر صورت افسود. همین کاری که نگارگران کردن در واقع توی تاریخ ادبیات ما با متنایی که این متن دوباره تفسیر کردن اتفاق افتاد. تخیل رو باید افسود تا واقعی تر بشه، تا تجربه بخشتر باشه، تا خردورزانه تر بشه. بخش طولانی حرف زدم، می‌خواستم بگم که اون کاری که حالا به نظرم کار مهمی که این کار مهم، خب یک کار خیلی خیلی اولیه است، حتما نکات ریزش شد به لحاظ نگارشی ویرایشی تو خود حتما تو شاهنامه چیزی نیست که آدم به سهولت بتونه همه جاهای دکتر دربانی واقعا به درستی گفتن و ایشون در واقع کسی هستن که شایسته است که این حرف رو از ایشون شنید. متن نیست که همه باید جلوش سپر بندازن ها و انداختن. هر کاری مقدماتیه، ولی ما باید تلاش کنیم ببینیم که چجوری میتونیم یکم از این لایه‌های نزاع دوگانه واقعیت تخیل، بحثی نیست که نتیجه بگیم که این واقعیت یا تخیل، اصلا بحث این نیست و با پاسخ که این تخیل ما بحث تموم شده بیانگاریم. این که این تخیل آغاز قصه است. چجوری تخیل ولی خردورزیه؟
با قدما آشتی کنیم، عقل قدما رو هم جدی بگیریم، ادبیات و هنر و دین و اسطوره رو زندگیمون جدی بگیریم. همه حقیقت رو علم ما نداده و اینا نیازمند اینه که ما بدونیم که تخیل با چه سازوکاری کار میکنه و اینها رو چجوری ایجاد کنیم. فکر میکنم کار خانم قیاسی قدم اولی هست در این حوزه که حتما نیازمند اینه که بیشتر شکافته بشه و بررسی بشه و نقد و بررسی بشه. ببخشید من طولانی صحبت